سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول از همه بگم که امسال فکر میکنم که توی یوتیوب فرمول یک اصلا یک سیاست خیلی سختگیرانه در مقابل کپی رایت داره و واقعیت اینه که من تا الان 2 تا ویدیو گرفتم و با لیست های عجیب غریب کپی رایت مواجه میشم. حتی عکس ها رو دارن کپی رایت های سنگین میزنن. برای همین سعی میکنم کمتر از عکس و ویدیو استفاده کنیم دیگه. نمیدونم واقعا تا یه راه پیدا کنم. من فعلا بلد نیستم، اگه دوستان میتونن ما رو راهنمایی کنن، ولی سعی میکنم یه جوری برای شما توضیح بدم شرایط رو که حالا کار متوجه شدن این موضوع راحت تر باشه. اما تست های بحرین، بریم سراغ تست های بحرین. تست های بحرین 2 روزی هست که شروع شده. روز سومش هم الان که دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم در حال انجام. البته هنوز یه ساعتی مونده شروع بشه، ولی خب روز سومش هم شروع بشه و ببینیم که چه پیش خواهد اومد. اما در مورد 2 روز اول میخوام یکم صحبت کنم و ببینیم که چه خبره در فرمول 1 2026. تست های بحرین شروع شده. تست هایی هستش که کاورج تلویزیونی 1 ساعت انتهاییش داره و دارن نشون میدن و ما بعد از 2-3 ماه ماشین ها رو دیدیم. ماشین هایی که فوق العاده جذابن، فوق العاده دیدنی و نکات عجیبی دارن. همین اول کار بگم لوئیس همیلتون دیروز یه مصاحبه کرد، گفتش که فهمیدن ماشین ها و قوانین جدید یه مدرک دانشگاهی نیاز داره. واقعا همینطوره، خیلی پیچیدن، خیلی سختن، ولی ما سعی می‌کنیم در کنار هم دیگه بیشتر از این تکنولوژی، از این قله اتومبیلرانی دنیا لذت ببریم و کیف کنیم. تست های پیش‌فصل همیشه یک تله ذهنی بزرگ داره. ما ناخودآگاه میایم با خودمون فکر میکنیم، به جدول نگاه میکنیم، زمانها رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم حقیقت همونجاست. یعنی اگه فلانی تایم 1 رو زده پس دیگه اون بهترینه، اگه فلانی تایم آخر رو زده پس اون بدترینه. اما تست های بحرین 2026، کلا تست های فرمول 1 اینطوری نیستن معمولا، خب ولی مخصوصا حالا توی 2026 توی 2 روز اول که اینطوری بود، خیلی واضح داشتن به ما میگفتن که اگه فقط به زمان بیای نگاه کنی تقریبا همه چیز رو اشتباه متوجه میشی. عملا میشه گفت وارد یک عصر جدید و کاملا نو و کاملا پیچیده شدیم از فرمول 1. یه عصری که موتورها تازه‌ن، ایرودینامیک فعال شده، ایرودینامیک متفاوته و ماشینا هنوز به نظر میرسه شخصیتشون شکل نگرفته. چرا که ما دیدیم ماشین آودی که توی تست‌های بارسلونا ازش یه عکس اومده بود کاملا متفاوت بود با ماشینی که توی بحرین دیدیم. یعنی ماشین بحرین اومده بود از یک ایرودینامیک خیلی جسورانه، خیلی جذاب کار کرده بود، استفاده کرده بود، در حالی که توی اصلا بارسلونا اینطوری نبود. برای همین داره شخصیت کم کم شکل میگیره. بریم سراغ روز اول. توی روز اول تستا حدود 6000 کیلومتر رانندگی انجام شد توسط همه راننده ها. یعنی تیما از همون اول میان ماشینا رو توی شرایط سخت انداختن وسط کار، گفتن آقا برید اون وسط هر چیزی که هست توی این تستا بیارید. ما میدونیم یه نوبت 3 روزه دیگه هم تست توی بحرین هست. این یه روز به اصطلاح نوبت اول 3 روزه رو بهترین کار همین بود که سخت در این حالت فشار بیارن روی ماشینا، ببینن که کجا به قول معروف در میاد اون فنره دیگه. سریع ترین زمان روز اول رو لندو نوریس زد، 1:34.6 یه همچین حدودی بودش. اما همون روز هم مشخص بود که تقریبا اصلا هیچ تیمی دنبال تایم سریع رکوردگیری نبود. داشتن با ماشینا آشنا می‌شدن، شرایط رو میسنجیدن. مصاحبه ها نشون میداد که خیلی دارن مخفی کاری میکنن. استاد مخفی کاری در فرمول 1 مرسدس و توتو ولفن. اصلا یه مصاحبه چرت و پرت داشت، اومد گفت ردبول به نظر میاد بهترینه، ردبول خیلی خوبه. بعد از اون ور شایعات داره میگه اصلا مرسدس 25 اسب بخار بودن، 20 تا 30 اسب بخار قدرتشو آزاد نکرده و کلا یکم از این بابت مخفی کاری و این چیزا هم هستش. تقریبا هیچ تیمی دنبال رکوردگیری نبود. هر کسی می اومد یک بخش به اصطلاح متفاوتی رو داشت تست میکرد. بهش میگن کولریشن، یعنی دارن سعی میکنن اون همبستگی داده هایی که از شبیه ساز گرفتن با اون چیزی که توی پیست
دیده میشه رو ببینن که چقدر هست. آیا اون چیزی که توی شبیه ساز گرفتن دقیقا همون چیزی هستش که توی پیست خواهند دید، یا نه اون چیزی که توی پیست دارن میبینن خیلی متفاوت و دور از اون چیزی که توی شبیه ساز دیدن. روز دوم تصویر یه مقدار میاد شفافتر میشه توی بحرین. لکلرک میاد با فراری سریعترین زمان کل تستا رو ثبت میکنه، حدوداً فکر کنم نیم ثانیه سریعتر بود، تو 4 تا نیم ثانیه. ولی داستان اصلی باز میاد میره یه جای دیگه اصلا. کجا؟ میگه چرا توی 2026 اصلا تعداد دور مهمتر از زمان دوره. تو قوانین 2026 ما با ترکیب 50-50 موتور و موتور احتراقی و موتور الکتریکی مواجهیم دیگه. یعنی هر دوری که ماشین میزنه فقط یک دور ساده نیست، یه تست کامل برای باتری، نرم افزار، مدیریت انرژی که بسیار بسیار به نظر میرسه این فصل اهمیت خاصی داره. چیزی که ما طرف بودیم، چیزی که خود FIA اومد و زیرنویس کرد توی تستا، گفت 4 تا روش برای این داریم که ما باتری رو بخوایم شارژ کنیم. یه دیتای خیلی جالبی توی تست ها دیده شد. راننده داشت تو مسیر مستقیم حرکت میکرد، به انتهای مسیر مستقیم میرسید سرعت داشت کم میشد. همه مونده بودن اصلا چرا چنین اتفاقی داره میفته و جواب ساده بود: باتری تو خوب مدیریت نکردی، باتری تموم شده و دیگه تو داره سرعت کم میشه. این زنگ خطر بود عملا برای همه تیما. همه فهمیدن که اصلا با یک بازی ریاضی مواجهن، همه چیز باید مدیریت شده، حساب شده و دقیق بره جلو. حالا به همین دلیله که اگه بخوایم یه معیار واقعی برای قضاوت این 2 تا روز اول حداقل تعیین کنیم، اون معیار اینه که کدوم یکی از این تیم ها تونسته بدون وقفه، بدون مشکل برنامه هایی که داشته رو اجرا کنه. حالا برنامه ها چی بودن متفاوته، نمیتونیم بگیم یه تیم صرفا تو روز دوم برنامه مسابقه‌ای داشته، یک تیمی نداشته مثلا اومده این کارو کرده، یا همه تیم‌ها دارن این کارو میکنن. نه، این اشتباهه. هر تیمی برنامه خاص خودشو داره. فراری تنها تیم کامل بود که تو این 2 روز ما دیدیم. اگه بخوایم برنده بیچون و چرا بگیم برای 2 روز اول، خب قطعا فراری از همه‌شون منطقی تر بود. 2 روز اول خیلی آروم منطقی میان دور میزنن 2 تا راننده و به اصطلاح صبحش همیلتون بود. البته یه اشتباهی همیلتون داشتش که خودش هم بعدشون مصاحبهش گفتش که ماشین شاید کم داون فورس این ماشینی که من دیدم تا حالا و کاملا طبیعیه. اصلا ابعاد رو میبینیم، سایز لاستیکا رو میبینیم، فلسفه رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که داون فورس در بدترین حالت خودش قرار داره. ولی همون چیزی که اصلا همیلتون میخواد، این همون چیزی که آقای همیلتون دنبالشه، سبک رانندگی بیاد توی پیچ. و چیز جالب اینه که ماشین ها خیلی راحت دارن وارد پیچ ها میشن به خاطر همون کوچیک بودنشون، و بعد اون کشوندن ماشین با خودش توی پیچ، یعنی اون سبک رانندگی همیلتون بیاد توی پیچ، پشت ماشین رو با خودش بیاره، سوار بودن روی چرخهای جلو، چیزی که دنبالش بود. اینو ما قشنگ توی فراری دیدیم. توی روز اول فراری آروم بود، بدون هیجان جلو رفتن، کار خودشون انجام دادن، دنبال صدر نبودن، دنبال شواف نبودن، دنبال تایم سری زدن نبودن. تو روز دوم البته یکم فرق کرد. لکلرک میاد سریعترین زمان رو میزنه. البته سریعترین زمانی که زده شد توی موقعی بود که صبح بود، هوا گرمتر بود، چسبندگی یکم بالاتر بود، ولی خب اصلا بازم مهم میشه، اونو مهم نیستش. موتور فراری در مجموع توی این 2 روز توی روز دوم 378 دور رو ثبت میکنه، یعنی برای کادیلاک، هاس و فراری تنها تیمیه که 3 تا فاکتور حیاتیش رو میتونیم بگیم که داره. سرعت داره، دیدیم اصلا آنبوردها رو نگاه میکردیم میدیدیم که کاملا راننده احساس راحتی داره با ماشین نسبت به باقی. پایداریشو داشت بدون هیچ مشکلی توی پیست، برعکس آودی، برعکس مرسدس که اصلا یک نصف روزو کامل از دست داد، برعکس ردبول هم مشکلات داشت و تیمای دیگه کاملا پایداری موتورشون داشتن و حجم داده رو الان دارن، بیشترین دور رو زدن، مایلیج بالایی داشتن و داده بالایی هم دارن، درک ماشین رو بهتر میتونن انجام بدن. میشه گفت تو ابتدای یک عصر جدید از فرمول 1 این ترکیب خیلی نادر و خیلی هم ارزشمنده برای یک تیم توی فرمول 1. اما مکلارن کجاست؟
مکلارن به نظر میرسه در یک بلوغ تیمی کامل قرار گرفته، خیلی بی سر و صدا و خیلی خطرناکن این فصل. مکلارن صدر نشین نشد تو 2 روز اول، اما حرفه‌ای داشتن عملکردشون انجام میدادن، برنامهشون دقیق بود. لندن نوریس میاد 149 دور میزنه حدوداً، یه چیزی حالا اگه دقیق بگم بیشترین دور رو بین تمام راننده ها انجام میده. خب این عدد اتفاقی نیست، این عدد اصلا به این معنی نیست که خب برو تو پیست دور بزن. 149 دور زدن با یک ماشین، اونم توی اول یک عصری که خیلی تکیه زیادی به موتور داره، فوق‌العاده است. یک دیتای فوق‌العاده میده. تیمی که این حجم عملا دور رو داره یا خیلی شجاع و بیکله است به قول معروف، یا خیلی مطمئنه از موتورش. در مورد مکلارن بیشتر به نظر میرسه که دومیه، خیلی مطمئنن از ماشینشون، موتور خوبی دارن. ما میدونیم مرسدس موتور خوبی داره، موتور سریعی داره، ممکنه شاید سر دوامش به مشکل بخورن، ولی میدونیم که مطمئنن از موتورشون و این که میاد برعکس خود تیم مرسدس دور بیشتری هم میزنه، یعنی که ما مطمئنیم دوام بالا هم داریم. اما اونا همه چیزم رو نکردن دیگه، سری دور نزدن و هیچ علامت هشدار جدی هم نشون نداد تیمشون، یعنی چیز جدی ما تو تیم ندیدیم، فقط صرفا اومدن دور زدن و رفتن. نکات مثبتشو گفتیم، نکات منفی هم داره، چیز سریع از خودشون نشون ندادن. آیا سندبگینگ یا شاید هم نه، واقعا سریع نیستن. احتمال اینکه سندبگینگ باشه بیشتر. مرسدس کجاست؟ مشکل واقعیش داره مرسدس، به نظر میرسه روی موتورش داستانش کاملا متفاوته. میاد تو روز دوم تو پاور یونیتش عملا باعث شده موتورشون رو بیان عوض کنن. کلی حاشیه تو تیمشون هستش، موتورشون مدیرشون میاد یک سری صحبت‌های حاشیه‌ای انجام میده. قبل از فصل میگفتش که ما ماشینمون خیلی سریعه، به 400 کیلومتر میرسیم، یه چیز عجیب غریب. بعد الان میان میبینن که تست از دست میدن، 3-4 ساعت تست از دست میدن. کیمی آنتونلی کلا 30 دور بیشتر نمیتونه بزنه و این فوق العاده خطرناکه. میشه گفت وقتی یک تیم مجبور میشه برنامه تستش رو قطع کنه، عملا فرایند یادگیریش خیلی عقب افتاده دیگه. مهمترین فاکتوری که یه تیم توی 2026 داره این از مرسدس. باید ببینیم که میتونن به این مشکلاتشون غلبه کنن یا نه. اگر شایعاتی که در مورد مرسدس هست که 20 تا 30 اسب بخار قدرت بیشتر داره موتورشون، موتور وحشی دارن، اما اینا شایعه است. آیا دارن سندبگی میکنن آیا نه واقعا مشکل دارن؟ اینا رو باید منتظر بمونیم. خیلی علامت سوال بزرگی مثل هر سال که مرسدس اینطوری بوده و الان هم هستش. اما ردبول و آربی ریسینگ کجا؟ موتور فورد به نظر میرسه یه چالش طبیعی توی شروع کارشون داره. ردبول ها در ظاهر خیلی نزدیک بالای جدولن، اوکی دور میزنن. اگه به اعداد بیایم دقیق‌تر نگاه کنیم، موتور به اصطلاح فورد، ردبول فورد فقط 220 دور رو میاد ثبت میکنه کلا این موتور، مجموعه دو تا تیم. برای یک موتور تازه و یک تیمی که تازه داره یک موتوری رو شکل میده کاملا قابل درکه. اما همزمان به اصطلاح همزمان هم بیایم به این موضوع باشیم که فکر کنیم که یک اتحاد جدید میتونه یک کم دردسر هم به وجود بیاره دیگه. مکس میاد مصاحبه میکنه، میگه که من خیلی احساس راحتی با این ماشین ها نمی کنم. از اونور نوریس هم رو جوابش داده و گفته بود که باید سعی کنی احساس راحتی کنی. یکم با هم دیگه جنگ هم داشتن، مثل اینکه حالا یکم جنگ رسانه‌ای. به نظر میسه یکم مشکلات نرم افزاری داشتن، یه مشکل هیدرولیک هم داشتن برای آیزاک حجار که اونم باعث شد که چند ساعتی رو از دست بدن. این مشکلات میگم علامت تعجب ها و علامت خطرهای بزرگی برای تیم ها هستن که به وجود اومد. بریم سراغ یه تیم شکست خورده در این 2 روز. ما یه سری تیم ها رو صحبت کردیم، یک تیم دیگه هم من یه اشاره‌ای بهش بکنم، تیم هاس هست. اونم فکر میکنم سر موتور فراری شرایط خیلی خوبی داره. فراموش نکنیم فراری هایپرکار فوق‌العاده‌ای تو مسابقات WEC World Endurance به اصطلاح داره، مسابقات استقامتی یا هایپرکار فوق‌العاده داره.
آیا این موتور الکتریکی هایپرکارها حالا تونسته بست پیدا کنه به فرمول 1؟ اینجا هم یک چیزی که باید بهش توجه کنیم. نکته ای که هست، هاس هم میتونه به خاطر موتور فراری که داره شرایط خوبی رو داشته باشه. کادیلاک هم شرایط خوبی داشتش. البته پرز یک مشکل به اصطلاح نرم افزاری توی ماشینش به وجود اومده، ولی بعید میدونم که مشکل از به اصطلاح موتور بوده باشه. اما بریم سراغ اون شکست خورده استون مارتین بعد از اون فاجعه روز اولش، یعنی عملا هیچی دور نزدن، کاملا به نظر میرسه که موتور هوندا دچار مشکلاتی هستش. ایرودینامیک ماشین خاص آدریان نیوی قشنگ یه چیز فوق العاده جسورانه خاص مثل همون چیزی که انتظار داشتیم و رو کرده، اما این سنگین بودن موتور و این مشکلات هوندا به نظر چنگ انداخته تو صورت استون مارتین و بعید به نظر میرسه حتی تا استرالیا هم بتونن ماشین برتری رو، یعنی ماشین رقابتی رو داشته باشن. البته تو روز دوم آلونسو 97 دور زد، به 100 دور هم نرسید البته تا جایی که دیدم، اما گزارش ها میگن سرعتشون کم بوده، تعادل نداشتن، کلیپ میکرد ماشین. من رو آنبورد نگاه کردم، ماشین سالم البته ولی شخصیت رو نداره انگار، به نظر میرسه اون موتور قدرتمند رو نداره. هوندا ریسکی که استون مارتین کرده نمیدونیم چقدر جواب داده. استون مارتین موتور مرسدس رو کنار گذاشت و رفت سراغ هوندا، تنها تیمی هم هست که از هوندا داره استفاده میکنه. خب هاسو که گفتیم که در سکوت داره تستای تمیز رو انجام میده، هم الیور بربن هم استفان اوکون کار خوبی رو انجام دادن. آودی هم که در موردش صحبت کردیم گفتیم که ایرودینامیک بسیار جسورانه‌ای دارن و دارن سعی میکنن موتورشون رو هم یک موتور معمولی داشته باشن و بیان توی رقابت ها. به نظر میرسه فاز یادگیری دردناک دارن، یعنی دارن به صورت سختی ماشینشون رو میشناسن. اگه بخوایم دو روز رو جمع بندی کنیم توی یک جمله، اصلا نمیدونیم کدوم ماشین خوب بوده کدوم ماشین سریعه، اما خوب میدونیم که کدوم تیم‌ها تو مسیر درستن. قطعا فراری در وهله اول و مکلارن بعد از اونها تو مسیر درستشون هستن. باید ببینیم مشکلات مرسدس و ردبول چی میشه. 4 تا تیم اول مشخصه، فراری، مکلارن، ردبول، مرسدس هستن. ترتیبشون مشخص نیست هنوز. دست بالا در توی اردوی فراری و مکلارن هست، اما اگر چیزهایی که در مورد موتور ردبول و مرسدس میاد میتونه یه مقدار شرایط رو عوض کنه. روز سوم ممکنه جدول زمانها سریعتر بشه، تایم‌های سریعتر و هیجان انگیزتری رو ببینیم، اما خب میگیم دیگه حقیقت توی اون سرعت نیست، توی کیلومترایی که تیم‌ها طی میکنن. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید، امیدوارم فرمول 1 باشید و همیشه از این فصل پر دیتا، از این فصل هیجان انگیز لذت ببرید. ما رو یادتون نره که انرژی بدید، کامنت و سابسکرایب و اینا اگه خوشتون اومد. تا ویدیو بعدی، خدا